بچه ها با اینکه خستم میخوام یه پستی براتون بذارم بگم که این اولین پست منه، دارین لایو میبینین. میخواستم بگم که الان توی تمام خزانه‌داری‌های آمریکا که دارن بیت کوین ماین میکنن، بیت کوین با هزینه برقش، با هزینه درآمدش، با هزینه چیزایی که داره براش در میاد، زیر دونه $70,000 وای نمیسته و کف قیمت $70,000. اینو بدونین که اگر یک بار بخواد تاچی هم بکنه، کفی هم تشکیل بده، محدوده $70,000 دیگه. از $70,000 بیت کوین پایین‌تر نمیاد و این که بیت کوین کرش میکنه و یه روزی میاد میره زیر 20,000 و اینا همه حرفه. الان هم فقط فاز انباشت نهنگاست. این ریزش ها رو همه رو انجام دادن. وقتی نرخ بهره رفت بالا تو ماه دسامبر، خودشون خریداشون رو انجام بدن و بریم برای سقف‌های جدیدتر بیت کوین. مرسی، خداحافظ.